مراجعت من به همین 2 نفر امکی و جیان خوب گوش اندازه. در شریعت با دروغ مردم رو خنداندن گناهی بزرگ است. حتی در روایات حدیث در شأن کسانی که مردم رو میخندانند ویل آمده است. ویل آتش جهنم است. در روایت ترمذی، ابوداود و نسائی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می‌فرماید: ویل است برای کسی که با دروغ مردم رو میخنداند. ویل است برای او، ویل است برای او. پس شما چی کار میکنید؟ همین گناه براتون بسی نمیکنه که باز گناهی ترغیباتی به حجابی و به حیایی را به دوش میگیره. قبلا شما زنهای به حجاب نمیبروورده، ولی همین شما هم سر کرده. روز حساب و جزا را فراموش نکنه که خیلی روزی سخت است. ایره یقین بدونه که هر بیننده گناهی زینای چشم مرتکب می شود و شما به قدر گناهان هر بیننده گناه میگیری. نامه اعمالتون سیاه میکنه. تصور کنه همین یک نوال شما را اگر 100,000 نفر ببینه، به قدر هر بیننده شما هم گناه میگیری. علاوه بر این هر کسی که شما را دیده همین خیل نوارهای حرام پهن میکنه، در گناههای اونها هم شما شریک هستی. ایره یقین بدونه که عاقبت این کار شما خیلی خطرناک است. روز قیامت سخت پشیمان میشوی.